یکی از شگفتی های آفرینش خدا عقله. عقل اگه به خودش ایمان داشته باشه مطمئناً مؤمن به وجود خدا میشه، حتی اگر تو آفرینش هم تفکر نکنه. اگر بدونیم این عقل پیچیده کاملا غیر مادی ما چی هست، امکان نداره که مادیگرایی رو که شعار بی خدایان هست رو تایید کنیم، چون عقل غیر مادیه و تو عالم ماده عقل وجود نداره. معجزه عقل الهادی که ستونش از مادیگرایی هست و فرو میریزه. بزرگترین جراح مغز اعصاب قرن گذشته ویلر پنفیلد پس از دهها تجربه تو جراحی و همچنین 2 نفر دیگر از دانشمندانی که برنده جایزه نوبل شدن تو پزشکی به این نتیجه رسیدن که این عقل غیر مادی ما یه چیز مستقل از مغزه و نتیجه اون نیست. عقل، هوشیاری، اراده یه چیز مستقل از مغزه. عقل از مغز به عنوان یک وسیله استفاده میکنه. ولی جالب اینجاست که عده‌ای از سران بی خدایان اعتراف کردن هوش یه چیز مستقل از مغزه و امکان نداره یه چیز مادی مثل مغز الگوهای پیچیده از احساسات و فکر که همون هوشیاری باشه تولید کنه. و بعضیاشون اعتراف کردن که اعتراضاشون ضد کسانی که مخالف نظرشون هستند غیر قانع کننده هست و بعضیاشون گفتن ما نمیتونیم این مشکل حل کنیم و بعضیاشون اعتراف کردند که ما اینو نمیدونیم. از شگفتی های معجزه عقل و هوشیاری اینه که نظریه انتخاب طبیعی داروین که وسیله نقلی بی خدایان هست و فقط راجع به بقا و موندن موجودات مناسب تر صحبت میکنه، نه بیشتر رو از ریشه در میاره. این عقلی که انسان داره باهاش به حقیقت ها میرسه، اختراع میکنه، قدرت های حساس از خودش به نمایش میذاره، بیشتر از نیاز انسان به بقا و موندنش هست. دانشمند معروف آلفرد والاس که تو نظریه انتخاب طبیعی بر اساس فرگشت با داروین مشارکت داشته، بعد از مدتی به شدت با داروین مخالفت میکنه و عصبانیش میکنه و انکار میکنه که عقل بشری از آثار انتخاب طبیعی باشه و در مقابل اونو به خدا نسبت میده. دوستان عزیز، فرگشت بیدید و اراده و توهمی داروین امکان نداره که مغزی که برای خودش دنیای حیرت آوری است و به وجود بیاره. دیگه چی برسه که عقل و هوشیاری که کاملا غیر مادیه و جدا از مغز هست، بلکه خالقی یکتا و دانا و توانا و با حکمتی هست که این نعمت بزرگ رو به ما ارمغان داده. خدا یار و نگهدارتون.